بیا اینجا. این سیب زمینی های خام رو میبینی؟ هر کدوم از این سیب زمینی های خام و نپخته مثل کنایه ها، مثل زخم زبون ها و تیکه های مردمن. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید این حرفا رو بپزیم، بهشون چیزی کم یا اضافه کنیم، اما نه از روی هیجان بلکه از روی آگاهی، تا بتونیم جواب بالغانه و آگاهانه و همچنین قاطع بهش بدیم. حالا اگه ما تو جواب دادن زیاده روی بکنیم یا اینکه بخوایم مثل خود طرف جوابشو بدیم، دیگه از رابطه هیچ چیزی باقی نمیمونه. به قول مولانا، تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش، چو برفت تیر و ترکش عمل کمان نماند.